در جامعه‌ای که گناه آشکارا و در پیش چشم مردم انجام بگیرد و کسی آن را منع نکند، عذاب خداوند که آمد همه را فرا میگیرد. متاسفانه امروزها مردم وقتی کار گناه را ببینند با شعار گوری تو جدا و گوری من جدا خود را تسلی داده پروایی نمی کنند. میگویند با گناهانش خودش جواب میدهد نه کسی دیگر، بخبر از آن که ضرر آن به مثل یک ویروس یا بیماری گذرنده همه را فرا میگیرد. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله میفرماید مردم میگویند خداوند به سبب گناهان یک نفر همه مردم را عذاب نمی کند، ولی فراموش نکنید که وقتی گناه آشکارا و در پیش چشم مردم انجام بگیرد همه مردم مستحق عذاب خداوند می شوند و عذاب خداوند وقتی بیاید همه را فرا می گیرد. اکنون کمی اندیشه کنید که گناهانی که در شبکه ها انجام می گیرند چقدر آشکارا انجام می گیرند. صدها هزار بیننده دارند. زنان نیم برهنه، رقص و موسیقی، دشنام و حقارت های فحش، غیبت، تحقیر و توهین و صدها گناه دیگر در نمایش است و صدها هزار بلکه میلیون ها تماشابین دارند. پناه به خداوند، عاقبت آن خیلی خطرناک است. کمی اندیشه کنید. هر کسی سخن مرا بشنود و به دیگران برساند خداوند چهره‌اش را نورانی و زیبا بگرداند. این از سخنان من نیست بلکه از سخنان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است که در روایت ابن ماجه آمده است. پس هر یکی شما می توانید مصداق این حدیث باشید، زیرا لایک ماندن شما باعث پهن شدن این گونه نوارهای اسلامی می شود. در اجر و ثواب آن هم به اذن پروردگار شما شریک هستید. لطفاً به خاطر پهن شدن و به دیگران رسیدن این نوار لایک و کامنت های خوب نوشتن را فراموش نکنید و حتما این پیام را به دوستانتان هم فرستید تا آنان هم در اجر و ثواب شریک شوند.